آرزو میکند که انا همین خیل خانه داشته باشد و راحت کرده یانباش کرده خواب رود. کیلاس جان وقتی که تورات میکنی همون محسیات را کشیده پایهات را بوشو خانه کمتر بوی کدیسته. شوکت ببین میسرم اگر گفتنی این سخنها رو دوام دادن گیری رفته در پشت در دوام گپت رو بیزن. پسرم کار کردنم در کار تو نمیفهمی مرا. آخر تیاری دیدنم در کار جماعت تشنه امر معروفی منن. مفاصل آخر خواب کرده میتوانی؟ ماما میقد یک بار دیگه گازانه موقع پدر. بله انا گپی خوب کیلاس خوب که باشد بلند بخون مورم بفهمی. تمام بسیار حکمت خوب. بسیار انسان ها رو دیدم که در تن لباس ندارن و بسیار لباس رو دیدم که در درونش آدم نبود. خوب برادر ای چه سخن بود؟ بچه‌ت هفت شب سخنگوی این سخنها رو کی گفته باشد؟ مولانا؟ او کیه؟ ای شوکت این مور به همه حالت مولانا رو نمیدونی کیست؟ یه بخدان نشناختمش برادر. ایچ که یکون خیش تبوری تای من. ای برادر در رو بد نگاه نکن. آخی فهمون ما هم فهمیم که این کی است. تمام مولانا خب کن. خیلی ما را میفهمیده من مولانا کی است؟ برادر مولانا شخصی اسلامتان است. تمام برای ترقیات این دین بسیار یعنی کارهای مهم کرده است. اکونومیست زور بود؟ اکونومیست نه دیوانه حدیث دان. حدیث چی است؟ ای شوکت تو از هجری هم گذراندی. یک سوال دو سوال بس بودگیست. ای برادر به یک سبق آموختن بسیار ثواب خوب دارد. فهمون که این چی است و کی است. پس جناب شوکت خسته رو ششته به مسجد جامعه را یعنی من امر معروف دارم گوش میکنی و یاد میگیری. من با تو از سری نو موضوع رو نقل نمیکنم. وای ما برای امر معروفای تو بلیت گرفته در نوبت ایستادن در کار. تمام شوکت تمام. من یک تون کار دارم. دوی خطبه جمعه و دوی دسترخوان رو از خود باید کنم. کارم بسیار مشکل است. برادر راست گپ کم ترک دیگر بخوان وظیفه مفتی رو میگیری. من پرودوسرت میشم. یک بنر کلان میکنم مینویسم کیلاس مفتی. بس کن بس. تمام برادر کارت رو بحضور کن. خدا ذهنت رو برو گرداند. آمین برادر. خدا با تو عقل دیه تو که با عقل شوی برادر. کی باشد؟ با فکرم بوجد اومد. خب کن سرم رو ویران نکن. کنی پرس کی است؟ کیست؟ Can I ask something? Excuse me? Where can we eat bullets? سامبوسا؟ سامبوسا. Bullets. شما از کجا دانستید که من سامبوسا فروشم؟ این رو بینیده ناممون به اروپا هم رفته است. مایلشو اما من دکان رو محکم کردم اما اینجا حاضر نمیدونم سامبوسا فروش در اینجا. Excuse me, I love you. Yes? No? سامبوسا رو چیکار میکنید؟ قروتوخانه رو نشان دیم. در جایهای ما حاضر قروتو در موده است. قروتو با مزه فتیر شوربه این تمام ملی ما است. گوش کن ای دختر بیا رقم تلفن رو به من ده. من بگاه تو رو زنگ میزنم به یک جای میبرم که باور که راحت میکنید. خیر I don't understand what. وان excuse me نمبر تلفن من توی زنگه. نمبر تلفنه. No. Thank you. سری زردت پشمک شفتالو بریم با نو با هیچ گپ نه برادر. دختر رو همراهت میگیری بعد مسئله حل میشود. دختر هم بسیار کوشش دارد که همراه من گریخته رود. ای خدا جان مرا ببخش. انا گپ در کجا بود است؟ تو چی را فهمیدی؟ فهمان تو ما هم فهمیم. برادر من هر روز تو رو پر کرده به نزد دختر رمو میکردم که فکر میکردم که اون دختر نیست تو رو دوست میدارد و به تو میل بسیار دارد. لیکن اون دختر باشه در برادر جان یک بار در آینه به خود نظر کن. بسیار بینمود هستی. او برای همین با تو ازدواج ساخته برپا کرد. سختی بد رسید.
شوکت دیوانه گم شو از اینجا. سختی بد رسید. اگر خواهم دختر را از قفایم میدوانم ها مگر نمیتوانم. چی میخندی پسرم ها؟ کی؟ من خندیدم. نه رویم رو بین. 2 ساعت شد که خیخی کرده خندیده ایستاده ای. تو فکر میکنی که من اون دختر زردک رو از پس آن دوانده نمیتوانم؟ دلم نمیخواهد. برادر جون، من میدونم از دست تو کلتکیلس همه کار میآید، به همه کار قادر هستی، میفهمم. او ای خدا شوکت، در عشق غیر امکان گفتنی گپ نیست. این رو در سرت جوی کن. نخند. چی میخندی؟ چی درد دارید؟ برادرم گلویم رو گرفت. روی آنت سیا دروغ میگویی تو. گیریم اومد. گم شو چای رو دم کرده بیاره. شاگردای معلمه بانو چی خیلی انساز هسته؟ خوب اما خوب است. برای معلمتون یک خودک رمانتیکی زور تیار کردم. اکا این چیست؟ خودک پر از عشق و محبت. تمامی خیلی که باشد. میشه البته توغریه. حاضر بچه ها گوش کنه. معلمه خوشلوچهتون از کو یک مکتوبی عاشقانه با انگلیسی نوشته برده با خودک دادن در کار. رومانتیکی. فکرم چی خیلی؟ عجوی. زورای. بهترین. آفرین. یعنی از ما چی میخواید اکا؟ اگر شما گویید که انگلیسی رو نمیدونیم، من رفته باز یکم کس دیگر رو میابم مینویسم. برادران خیزید میرویم. کیس اگر شو باور کنه شعرهای نری همین دانشگاه شمایید برای همتون یک هفته خودکی به پول میدیم. اکا لازم نبودو خیر. بیاین ایپای کار میشین. بیا نویسیم اکا. حاضر. چی می نویسیم اکا؟ هر چی که از دلم برآمد. عشق معلمتون شاعرم کدای. همین خیر. بله. در عشق بانو شوکت زد بزانو. فرق کردم میتونه چقدر رومانتیکی شاعرانه نویسیم اکا که وقت کم مونده است. بله. from نه این نیست، تنها from چخیل حرفی نیست. نیست. کنی تلفظ کن. from فرام ف ای را فهمیدین؟ اخیر اکا این زبان نیست که نوشته را همون خیلی خوانید. اکا این زبان نیست که خیلی بخونی و خیلی بنویسی. یک کاغذ حیف کردین. فرام. باز نویسیم فرام from ها. شوکت. در انگلیسی شوکت اول می آمده بود. شوکت. تمام تو. اکا این خیلی نه. تا یعنی تو با او می نویسیم تو تا. ای بچه مسخرم کردیستی. تو میگویی با تا بنویس میگی؟ گفتم که نویس. چی نویسم؟ تا. در انگلیسی بیل میگفتن و توت مینوشتن. تا دومش بانو به هستین؟ آنو ایها اکا چرا خودت رو با انگلیسی غم میدی؟ خودت رو بسیار عذاب نده. توجیکی نویس. زبان انگلیسی هم زبان نغز است. نه همه خیلی. انا چیز ویت یعنی در اینجا با 2 و نوشته می شود. میدونم ده بیلیون خودم میدونم. هی اکا در آخر بچه حرفو را چی قجیقی لختیستی نه؟ ویت گفتین ویت نوشتم حرفی هیچی در کاره دیجا. یعنی همین خیل ویت لو رو میدونم. اولین جمله که آموختیم I love you بوده. لو می نویسن ترجمهش بینیه گوشه. کنی بینم؟ توغریه. بسیار زیبا. با این دیل ارتق رو هم به دست آورده میتونی. تشکر. این برای بانو جان است. اکای شوکت یک رسم دلکش بسیار عاشقانه می شود. اکا دل مهم است. بگذار همین طور نه؟ معنای دوست داشتن رو دارد. بگذار. از راستی بکشم. گذار اکا. بس است من آدم کلانم طلبه نیستم که باز مزه معلوماتو نگریزم. حتما گذار. اکا رومانتیکی می شود. مایلش سخن شما را به زمین نمیگذارم. کنی بینم چه خیلی شده؟ در بینش یه نیزه کشم. بسیار زیبا شد. میگم شوکت جمعی بانو برابری لوی نویسم
30 سال توقی نمیگیرم. سوپر. بله اکنون نوبت شما رسید. از ما؟ از شما این خودک رو به معلم جانتون برید. ایها بیا این رو ما نبریم اکا. ای صغیر رو یک هفته خودکی به پول میخری همین را فکر نمیکنی؟ تمام اکا کارتون رو حل میکنیم. بله البته اینجا همه چیز برای اکا شوکت است. برای معلم بانو، برای عشق بیزن اکا. بیزن اکا. بچه جین دارین چی دارین؟ جیناتون بیدار شد چی گپه؟ اینجا بیزن. بیزن اکا. خرس خرگل احتیمون یال دومش میریزن. هدید هر سید برای شوکت برای بانو. یک از برای همه، هر سه برای اکا شوکت. یک هفته خودکی به پول فراموش نکنه پس کوشه. قلبیتمون برای جنوبان. اینجا اون از معلم پرتکبر را عاشق شده است. همون خودک سخ سلامت به معلمه بانو را ببره. بعد خودکی به پول خوب میبینه. خودکی به نام گفته بودی ها؟ بیا رجوع بجو کنیم. اینه یک ثانیه آمده.